باورت میشه این لطیفه های نرم و پنبه‌ای بدون فر فقط با ایرفرایر درست شدن. فقط کافیه تخم مرغ‌های خنک رو، سفید و زرد رو از همدیگه جدا کنیم. به سفیده ها یک قاشق چای خوری آب لیمو و نصفی از شکر رو اضافه میکنیم و اینقدری هم میزنیم که اینجوری دیگه از ظرف نریزه. میریم سراغ زرده ها، مقداری وانیل اضافه میکنیم و مقداری از شکری که باقی مونده رو اضافه میکنیم و اینقدری هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. سفیده های تخم مرغی که از قبل فرم داده شده بود رو از یخچال میاریم بیرون و با زرده های تخم مرغ به آرومی فولدش میکنیم. مواد خشکی رو که از قبل الک شده بود طی چند مرحله به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو داخل قیف میریزین و اینجوری پایپش میکنین. حتما کاغذ روغنی بندازین و مقداری روغن اسپری کنین. برای اینکه ظاهرشون قشنگتر بشه حتما پودر قند روشون الک بکنین. و در آخر خامه رو اینجوری اضافه میکنین و با مقداری پودر پسته تزیینش میکنین. اگه ایرفرایر داری و دنبال چنین رسیپی های جذاب هستی پیج منو حتما فالو کن. کلی ایده آشپزی با ایرفرایر داری.